توی معاملات لانگ بیشتر سود میکنیم یا معاملات شورت؟ برخلاف معامله توی بروکر که سود و ضرر بر اساس پیپ بیان میشه، هر چقدر قیمت بالا یا پایین بره هیچ تفاوتی توی سود و ضرر شما نمیکنه. مثلا میگم توی طلا اگر قیمت از $2000 تا $2200 بره بالا یا از $2200 تا $2000 بیاد پایین، در هر دو صورت شما 2000 پیپ اختلاف داشتین که در سود و ضرر شما هیچ فرقی نمیکنه. اما توی کریپتو این قضیه فرق میکنه. توی کریپتو و معامله توی صرافی این قضیه فرق میکنه. دیگه شما چیزی به نام پیپ نداری. برای مثال اگر بیت کوین از $30000 تا $60000 بره بالا، شما در اصل 100% رشد قیمت رو داشتین. اما اگر از $60000 تا $30000 بیاد پایین، این تفاوت قیمت و این ریزش 50%. حالا فرقش کجاست؟ اگر شما وارد معامله لانگ بشین 100% سود کردین، حالا اهرم اگر 1 باشه. اما اگر وارد معامله شورت بشین، اینجا سود شما با اهرم 1 میشه 50%. توی این پست نمیخوایم بگیم که معاملات شورت رو انجام ندید. اتفاقا توی کوتاه مدت خیلی هم خوب جواب میده. اما توی بلند مدت حواستون باشه که دچار اشتباه توی محاسباتتون نشید. امیدوارم که معاملاتتون همیشه سودده باشه.